اکثریت پدر و مادران نمیگه بچم تو پروکورور میشوی، الان میره حقوق شناس تو پروکورور میشوی. نه پسرم تو میره میخونی کروپسیده کار میکنی، دیگرش اون نلاگ نمیروی. آموزگار نمیگوین، معمار نمیگوین، مهندس نمیگوین. یا هیچ نباشد بچم میخوانی ملا میشوی. من بسیار بد تفکری بعضا پدر و مادر رو همین است. یک بار فرزندان نمیپرسیم که ذوقت چی است، چی ذوق دارید. برای در بعضا وای است ما این حیاتی ما شمادم بسیاریاتون هم همه خیلی شدگی هستین. بعضا میخواست که این سوتی سند رود، پدرش میگه نه انا اینجا در میروی. بعضانش میخواست که یا که اقتصادچی شود یا چه نه طبیب میشوی. در شهر نیام میروند باغچه کودکان میروند. من همین نو آمده است 4 ساله 5 ساله. دختر جان بشین بچم صحبت میکنم. کلان شوی چی میشوی؟ دکتر. اگر همه باغچه را پرسی دکتر، یک دهه دوردست رو دکتر نمیدونم. دکتر رو کال میکند دریافت ایوای که دکتر. برای چی دکتر؟ ما دیگران را تبابت میکنم. وظیفه زور از میگن، اختصاصی وظیفه زور است. کودکان که بیشتر طبیبا را میبینن خیلی سفیده، ذوقشان پیدا میشه. چگونه که ما در خردسالی و در مکتب در وقت تحصیل بیشتر با آموزگار سر کار داشتیم. آموزگارای سالهای پیش اساس فرق میکردن با سر لباس، با آدابشان، با اخلاقشان، با کردار رفتارشان. ما حواس میکردیم که پگه مکتب ختم میکنیم و ما آموزگار میشیم، معلم میشیم. سالهای 60 یک اتو کردن کجا؟ اتو کردن میگفتی نمیدانستن اتو چی است. دستمال کردن آموزگارا را میدیدیم همین قدر شیم و کسومای آزاده دستمال کردگی. بعد اون زمانا کرتوهای چیچیمچه میدانین چی است؟ میدانن که میفهمن یا کوی وای داشتن. این خیلی اساسا که باید فهمیدیم آسینا هم اینجاش گل داشتن، اینجا چاکشتا گل داشتن. این کرتوهای اوکراینی بلست چیچیمچه گفته میگشتن. معلومات در فصل ماه اپریل مای همین از بس گرم بود، همین خیلی کرتوها را میپوشیدن، بسیار شنا بود. بعد شکوه شامتی آموزگار اونا وای میکردن، ما نگاه میکردیم فقط شما همون سر لباسای هموده حواس میکرد که ما هم کلاشیم آموزگار میشه. حسن حاصل بچه ده برای چی من داشتم دندان طلا را در جمهوری. این دندان طلا مدنیت ما نیست. نه که شما طبیبا اینا انکشاف داده، استوماتولوگا، آموزگار مثلا بعضا بانوان میان 32 دندان همه یلقاس طلایی است. پیش بچه پیش کودک نگاه میکند، قبول میکند، میبیند. پگه که کلان شد یک وقت همی بود تا 2 دندان طلایی نکنی من شاور نمیکنم. حاضر با دیگه برآمده است که تا اگر یگان جاشانه یگان پلاستیک یا اپراسیا یگان گوش و بینی و یگان جای وایس اونا نکنن شاور نمیکنن. همون زمان همین بود. نباشه دندان طلا چی میکرد؟ این فرهنگ است، این آداب است، این مدنیت است، هیچی. ما کدامی که روبروی مؤسسه‌های تعلیمی تعیین میکنیم پیش روبروی رفتن جناب یاری بسیارش بعد میکنن یا که چیزی وای سفید میکنن بطری بودن دهانا بالا وای کدن نمیخندن هم کسی را نبیند گفته دندانا رو پینال میکنن. نه اوکی.
صنعتکارا را میدیدم من تلویزیون را برآمد میکنم یه رقاص زده چه است همه نمیتواند همه ندارد این خیلی کنه یکم این مدنیت فرهنگ نیست دویم که ما با دست خودمون دندانای خودمون را وای میکنیم در جوانی نمیفهمد از 40-50 بالاتر شود حیدرک میگوید که دیگه نمیشود که بعد جای همون چیگیتی پخته را وای میکنه همچنین ضرور است که با مسئله های تکمیل جریان آموزاندن فرهنگ رسم و آیین ها ارزش های ملی هنرهای مردمی تشکیل نمودن محفل های روزگارداری تجهیز آمدن کابینت های فنی و برقرار نمودن مرکز های تعلیمی و استحصالی در مؤسسه های تحصیلات عمومی توجه بیشتر ظاهر کرده شد اقلا خواننده ها صنف 11 ختم میکنند و اصلا بانوا اقلا نامگوی طعام های ملی تاجیکی را باید دانند دسترخوان آراسته توانند معمار را قبول کرده توانند پدر و مادر خودش را چگونه حرمت کردند از کجا شناندند چگونه سلام علیک کردن باید دانند این چیزی وای نیست ناچیز نیست بسیار خانه ویرانی ها آیله جدایی ها از همین چیزهای مایده شده سر بشه سه پگاهی پیش شوهرش کاسه شیربیری شورا کرده میمانه تمام روزی پنجم جدا میشن یا نیست نمیشه همه پرسیتون فرزنداتون ها مثلا شهر در این چی بسیار است حتی گیرید سیب مانید بادرینگ مانید پمیدار مانید پیاز مانید گفت دختر جانم من این کارچه بگی من یک جای خرام میپازیم کنی همین کارتاشکایی و سبزی و پیاز همین چیزها پوست کرده یک جای اینجا ریزه کرده پیش بنده ما بعضا سیب پوست کرده نمیتونه همین بادرینگ ریزه کرده نمیتونه نه اینکه سبزی را وای کردن نیگر کردن اینه یاد دادن در کار این مکتب است مکتب در آیله این در مکتب رفته آمدن یک چیز وای میشه از 24 ساعت یک شبانه روز همگی 4-5 ساعت در مکتب است 20 ساعتی دیگر در پیش پدر و مادر دختره کی تیار کردنش در کار با حیاتی مستقلانه با زندگی مستقلانه کی تیار کردنش در کار بعضا چی هست که ما مردا پدرها گفته نمیتوانیم با دختر بعضا که پسرها و مادرها گفته نمیتواند ما پدرها باید نصیحت کنیم ما پدرها راه درست زندگی را نشان دهیم همین خیلی خودسرانه همین خیلی وای کردن نه افسوس که نمیکنیم ما گپ نمیزنیم حتی با پسرها فرزندها در سر یک دسترخوان نان نمیخوریم این خیلی آیله ها بسیار هستند چی فرزند یاد میگیرد فرزند چی یاد میگیرد چی در خاطرش میماند در این روند برای خوانندگان تشکیل کردن سیاحت به موضع‌های تاریخی و یادگاری‌های باستانی کشور آثارخانه و کتابخانه‌ها و میدان و مجمع‌های رمزهای دولتی بسیار مهمی بود زیرا است توسط حل این مسئله سطح تفکر و دایره جامعی نورسان و جوانان وسعت یافته شوق و رغبت آنها به کتابخوانی آموختن علم و دانش و کسب و هنر زیادتر می‌گردد و سعی و تلاش آنها برای از خودکنی تاریخ باستانی زبان شیرین و شیوای مادری و فرهنگ قناعتمند خلقی کهن‌بنیاد خود افزایش می‌یابد همزمان با این با مقصد وارد شدن به فضای یگانه تحصیلات جهانی معین نمودن سطح واقعی دانش خوانندگان هوسمندگردانی و آماده نمودن آنها در زینه‌های میوه‌ده تحصیلات وقتی آن رسیده است که در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی نظام بسیار خالی و آگزاری جاری کرده شد
این را حتما جاری کردن آماده کن. از قالب‌های کنه آیسته آیسته بیرون شد. این مسئله را چندی بار تاکید کرده بودم و حالا علاوه دستور میدیم که گزارش به امتحان‌های جاری تستی در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی نیز همه جانبه بررسی کرد.